بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اینک ما درسای خود را دوام میدیم به عون الله سبحانه و تعالی از کتاب 48 سؤالا في الصيام یعنی 48 سؤال آیدی روزه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثيمين الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت سؤال 31 می‌فرماید که یطول النهار في بعض البلاد طولا غير معتاد يصل إلى 20 ساعة أحيانا هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ یعنی در بعضی کشورها روزها در ماه رمضان خیلی هم طول میکشد، یعنی روزها خیلی هم دراز میشود، یعنی غیر عادتی، از عادت هم زیاد، که به 20 ساعت میرود، احیانا 20 ساعت میشود روز. آیا از مسلمان ها در همین کشور، یعنی از اون مسلمان هایی که در همین کشور هستند طلب کرده می شود روزه گرفتنی همه روز را، یا که یکون ساعت روزه گرفتن یکون ساعت روزشون خورند، چیکار کرده می شود؟ شیخ می فرماید که نعم یطالبون بصیام جمیع النهار، بله از ایشان طلب کرده می شود روزه گرفتن همه روز را، لقوله تعالی، بنابر قول الله سبحانه و تعالی می فرماید فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سوره بقره 187. یعنی اکنون شما با زنهای خود چی خفت و خیز کنید، یعنی در شبها، و وابتغوا و طلب کنید از الله آنچه را که به فایده شما کتابت کرده است، و کلوا و اشربوا و بخورید و بنوشید حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تا برای شما انیق شدنی، یعنی رشته سفیدی صبح از رشته سیاهی شب، یعنی تا صبح. ثم اتموا الصيام، بعد از آن روزه را به اتمام رسانید تا که الى الليل، تا شب. خب 20 ساعت باشه خود. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که اذا اقبل الليل منها هنا، وقتی که و ادبر النهار منها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم، وقتی که شب از این طرف آید و روز از این طرف و آفتاب فرو رود، یعنی افطار میکند روزدار. تا اندمی که یعنی که روز است، روز را نمیخوری، گفته شده است، گرچنده که از ساعتی مو عادتی هم زیاد هم باشد. سؤال 32 صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ یعنی یک انسان صاحب شرکت است، یعنی یک فیرما دارد، شرکت دارد و کارگرهای غیر مسلمان دارد، یعنی کارگرایی دارد که و مسلمان نیستند. آیا برای صاحب شرکت اجازه هسته که همون کارگرای غیر مسلمانش از خوردن و نوشیدن در پیش غیرشان، یعنی در پیش کارگرای مسلمان منع کند که نخوره در خودی همون شرکت در ایام روزهای رمضان؟ شیخ می‌فرماید که اولا نقول انه لا ينبغي للانسان ان يستخدم عمالا غیر مسلمین. نگاه کنید، یکم چنین گفتنی هستیم که میگوید شیخ برای شخصی مسلمان لایق نیست که کارگرهای غیر مسلمان قبول کند، استفاده برد کارشو فرماید، مع تمکینه من استخدام المسلمین، در برابر آن که امکانات دارد به جای به مسلمان ها را گرفته به کار اندازد. لأن المسلمین خیر من غیر المسلمین، چون که مسلمان ها از غیر مسلمان ها بهترند. الله تعالی میفرماید که ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، یک غلام مؤمن بهتر است از یک مشرکی که گرچند که این مشرک شما را در فینانس و در
آداب گویم و در اخلاق و در رفتار با شما معقول هم باشن. بعضی مسلمانای صاحب شرکت گفتیم برای چی آخر شوفر میگیریم، راننده میگیری، کافران میگوید که اینا ساعت به ساعتش کار میکنن، دزدی نمیکنن، این میکنن و این، اما کافر بودنش برای کفایت میکنه. بگذار دزدی نکند و راستگو هم باشد. همون مسلمانی که دزدی کند الله انصافش دهد و مثال دیگه دروغ گفت و باید یکون کارای بیرم کند که همون مسلمان بودنش بهتر است برای ما. ولكن اذا دعت الحاجة الى استخدام عمال غير مسلمين فانه لا باس به بقدر الحاجة فقط. ولی اگر یعنی حاجت تقاضای آن کند که هیچ علاج نیست بر غیر مسلمان ها رو گرفتن در کار می شود، در این حین باقی نداره از چنین حاجتشان گرفته خوردنشان. این خیلی که برو روزش یعنی که در دهنشون یک چیزی گرفته خایده خوردن گیرن، این خیلی نه. و اما اکلهم و شربهم فی نهار رمضان امام الصائمین من المسلمین فانه هذا لا باس به. معذرت دیگه خطا گفتم، استغفر الله. ولكن اذا دعت الحاجه الى استخدام بلسكون الى استخدام عمال غیر المسلمین، لیکن اگر میگو حاجت طلب کند که باید که عامل های غیر مسلمان کار فرمودنش در کار باشد، هیچ گپ نداره گفتی شده است که چنین حاجت، یعنی حاجت زیاد دیگه کافر دیگه کار قبول نکند. فهمیدید؟ همین بود است. استغفر الله. و اما اکلهم و شربهم فی نهار رمضان امام الصائمین من المسلمین فانه هذا لا باس به. اما خوردن و یا نوشیدنشون در روزهای رمضان در پیش روزدارها، روزدارایی که مسلمان مسلمان هستند، این یکون باقی نداره. لان الصائم المسلم يحمد الله عز وجل ان هداه للاسلام. زیرا که روزداری مسلمان وقتی که اون روزخورای کافر میبیند الله را شکر و سپاسگزاری میکند که الله تعالی هوای هدایت فرموده است به اسلام. الذي به سعادت الدنيا والآخره، که به طفیل این سعادتمندی دنیا و آخرت به دست میارد این کس. و یحمد الله تعالی ان عافاه الله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدي الله یا که بهدی الله عز وجل. و الله را سپاسگزاری میکند که الله تعالی او را خلاصش کرده از اون بلایی که گرفتار کرده است این کافرها را که هدایت نیافتند به هدایت الله، یعنی راهیاب نشدن به راه نشان دادی الله. فهو وان حرم عليه الاكل والشرب في هذه الدنيا شرعا في ايام رمضان فانه سينال الجزاء يوم القيامه حين يقال له. این مسلمان گرچنده که به او در روزهای رمضان از روی شریعت در این دنیا خوردن نوشیدن برایش حرام باشدم، البته و یک جزای بزرگی را به دست می‌آورد در روز قیامت، هنگامی که برایش میگوید الله تعالی کلوا واشربوا، بخورید و بنوشید هنیئا گوارا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به طفیل اون اعمالی که شما در روزهای گذشته کردید. لكن يمنع غير المسلمين من اظهار الاكل والشرب في الاماكن العامه، ولی یمنع را میشود غیر مسلمان ها را منع کرده میشود از اظهار کردن خوردن نوشیدن در جاهای عامه، ابشستونی جاها، لمنافاته للمظهر الاسلامی فی البلد، برای خاطر یعنی مخالف بودنش با یعنی مظهری اسلامی، مظهر اسلامی رو ویران کرده است در کشور اسلام. این کشور اسلام همه میداند که در روزهای رمضان همه روزه دار است. این کافر اجازه دادن یعنی که با یا که گویم به دیگه تعبیر رسمانش دراز سر دادن که خورده گرده در قضای کوچه خلبین اوره، این یعنی مخالفی مظهر اسلامی می شود. نه. سوال 33: هل الغیبت و النمیمت تفطران الصائم فی نهار رمضان؟ آیا غیبت و سخنچینی کردن روزدار میشکنه در روزی رمضان؟ شیخ میفرماید که الغیبت و النمیمت لا تفطران، یعنی غیبت و نمیمه سخنچینی از شکننده‌های روزه نمی باشد، ولکنهما تنقصان الصوم، یعنی که روزه را نقصان دار میکنن، کمبودی دار. الله تعالی میفرماید که ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده بالای شما روزه گرفتن را فرض کرده شد
كما كتب على الذين من قبلكم، چنانه که فرض شد با کسانی که قبل از شما بودن، لعلکم تتقون، تا شما تقوا کنید. آیا غیبت و نمیمه کردن در برابر روزه این از تقوا است؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کسی سخنی دروغ گفتن را ترک نکند، عمل به سخنی دروغ کردن را، یعنی که چه؟ که عمل به کاری دروغ کردن ترک نکند، جهالت ترک نکند، یعنی برای الله یگان حاجت نیست که و فقط خوراک و نوشیدنش ترک کند. بر روزدارم گفته غیبت کن نگرده. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.